سولی جان این کیه که تو تلویزیون زر همی میکند؟ اولی جان این را میگویی این پز میباشندی، جانشین ریس همی شده میباشندی. بعضی ها میگویند قرار است تغییراتی در فینیتو را بیندازندی. صدای این صاحب مرده را زیاد همی کو، ببینم چه تغییراتی میخواهد ایجاد همی کند. حالی فینیتو، من صبح در کت خدا هستم. زکی بازوب شدن در کت خدا میخواهد تغییرات ایجاد همی کند. خب این را که مجبور است همی بگوید، اما میگویند یک برنامه هایی دارد. نه خیر، کی گفته برنامه دارم؟ من هیچ برنامه ای ندارم. برنامه همان است که کت خدا گفته. اینجاست که باید گفت زرش. اولی جان سیاست هست دیگر، ولی قبول کن که یک فرقهایی با ریس دارد. من هیچ فرقی با ریسیس ندارم. من همان راه ریسیس را ادامه میدهم. اگر هر کس ادعای دیگری دارد میدهم ادامش کنن. ای مردکی دبنگ، لااقل بگذار 2 روز از آمدنت بگذرد، بعد این حرفا را بزن. عجب ازگل کت خدا مداری هستی تو. سولی جان خر همان خره، فقط پالونش عوض شده. این سمیه یونجه خر کت خدا رو هم نمیتونه تغییر بده، چه برسه به این که بخواد فینیتو را تغییر بده. اهالی فینیتو، اهالی فینیتو و مرض، اهالی فینیتو و درد و بی‌درمان، بگیر که آمد پدر سوخته. کت خدا این پزه، وضعیت قرمزه.